خب برای سلام، چه خبر؟ خوش اومدین به پادکست جدیدی، یعنی قسمت جدیدی از پادکست روکهاوس سرای یاغیان. این یاغی به اون صورت، به اون نوع، اون معنی که تو ذهنتون شاید بیاد نمیده. اون یاغیایی که میان توسط پلیس دستگیر میشن. این یاغیان به توسط شاید ایجنت های ماتریکس دستگیر بشن به جای پلیس. متوجهی؟ یعنی شما طرز تفکرت یه جوریه که با اون چیزی که ماتریکس میخواد تو اجرا بکنی متفاوته، واسه همین یاغی به شما میری. خب و یاغی شاید کلمه خیلی درستی نباشه برای ترجمه روگ، ولی خب ما تنها چیزی که تونستیم تو دیکشنری پیدا بکنیم واسه همین. به هر حال به بعد نگاه کنیم. بگذریم. حاجارات میگم که از این مشتریای عجیب غریب دوباره نیومدن سراغت مثل اون دفعه، مثل اون آقا. یه مشتری دارم عجیب غریب که نمیشه صداش کرد، ولی داستان داره. چرا؟ چون عمومون سینگله. یعنی چی؟ یعنی مجرده. خب بعد ایشون فقط هم ریشاشو میزنه. یعنی من نمیدونم چرا موهاش در نمیاد یا کجا میره موهاشو بزنه، ولی فقط یه تحریش پشمکی داره که جدا بهت بگم، یعنی منم اصلا احتیاج نداره بهش دست بزنم. خب بعد ایشون جدیدن شروع کرده توی این 3-4 هفته گذشته 2 بار در هفته میاد خطاطی میکنه. خب خط میندازه تو صورتش. همین مشتری تو میگی؟ آره خطای ریشو میندازه، خط گردن، خطای گوشو میندازه و این حرفا. اصلا براش مهم نیست که من فقط با ماشین بزنم، با تیغ بزنم، فقط تا وقتی که دست به صورتش بخوره مشکل نداره. خب حالا ایرادش چیه این قضیه؟ این آقامون که مجرده، فقط هم 2 بار در هفته توی 3-4 هفته گذشته داره میاد که من سرشو بزنم. من هر چقدر سعی میکنم ببینم که آقا دوست دختر داشته، پارتنر داره، نداره، داستانش چیه، میپیچونه. خب این چرا توی عمو یعنی داشت؟ عمو نه، دارم میگم عمو. مثل عموه، طرف عمو خودم. این عمو. اوکی. من میگم عمومون. آخه دایی نمیگن تو فارسی، میگن دایی. میگن یه دایی میومد همین. داییمون. آره. اونم تو فقط مثلا یه سری مثلا شابدولزی و اینا میگن دیگه. اوکی، ادامه رسه اصلا. خب حالا بگذاریم. من به این نتیجه دارم میرسم که دایی یه مقدار فاز رنگارنگ داره، دوست داره یه مرد ریشمالو پشمالو دستی به صورتش بماله. بعدم بگم به جان خودم سفیچ داره. حالا من اینو از کجا فهمیدم؟ از 3 تا علائم خیلی خیلی واضح. یکیش همین که هر چی سعی می‌کنه آقا دوست دختری که اکس که زن داد بچه 38 سال چرا هیچی ندارید، هیچ کس ندارید، چرا اینطوری تو هیچ وقت به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. میگه پارتنر، مثلا از کلمه پارتنر استفاده میکنه. یعنی همیار. خب وقتی هم که حرف میزنه یه لحن خیلی لطیف و حرکت کله‌ای داره که قشنگ میشه یعنی اگه نمیدونستم با اون میشه فهمید. خب یعنی خودش یه ذره چیزه. سوم این که بی خود میخنده. یعنی من اگه سعی نکنم که آدم خنده‌داری باشم، اون میخنده. خب یکی دور دوست داره. خیلی دوست داره متاسفانه. ای وای. آره تو این شرایط بعد چیکار بکنی؟ به نظر من پولو میگیری و حرفه‌ای نگه می‌داری رابطه رو و استفاده میکنی تو جایی که میشه. آفرین قوی هستی و سربلند واقعا. من شاید انقدر نمیتونستم. حالا چرا پرسیدی؟ چرا دنبال به چی می‌خواستی رفت؟ هیچی نه، چون داستانش جالب بود. اون دفعه گفتی اون مشتریه، خب گفتم شاید این مشتری بالی داشته باشی، داستانش واسمون تعریف بکنی. گوکو خیلی خوب بود. الان دیگه فقط مشتریای گی داریم متأسفانه، باحال نیست. می‌خواستی نگی آخر باشه it was a Jewish doctor. It was a gay customer. هرچی تفریح آخر رو بگو. ببین ما همون همینیم. گوش کن آقا، پیرو همین مطلب این دیشب فکر کنم یا پریشب بود، فکر کنم دیشب، حالا مهم نیست، مدین اومد یه سری استوریای حاجی بسیار تشویش انگیزی بود، یعنی گذاشت متوجه اومد گفتش که امیدوارم همه مردا دولاشون بیفته.
میدونی، و کلی حرف دیگه مرستیزانه اومد گفتش که آره همه مردم به درد نمیخورن این حرفا، که مسلما و یه چیز مشخصی بود. واکنش‌های خیلی عجیب خیلی شدید نسبت بهش مردمشون دادن، کلی مثلا بهش بعد و بیرا گفتن و این حرفا. و حالا و گفت آره مثلا با همچین شماهایی باید یه فمینیست رادیکال بود که مثلا باهاتون رفتار کرد، به عنوان مثل فمینیست رادیکال باید باهاتون رفتار کرد. از اون طرف حالا دلیل اینکه خیلی ناراحت بود این بود که یه فیلم پورنی پخش شده بود که قیافه یارو که زدن، یه نفر قیافه دختر رو تخت چسبونده. من وسط حرفات خواستم بگم، خب من تو یکی از همین گروه‌های شیطانی تلگرامی اونم چجوری شد که یه نهی ویدیو به دستمون رسید، بعد دیدم که مدگل نی همین دیگه ببینیم چیه. خیلی مدگله، یعنی خود مدگله لعنتی بابا، خیلی شبیه. چرا؟ چون جسمی که برداشتن یعنی از لحاظ فیزیکی اون با اون فیس چونه قشنگ میسازه، یعنی خود مدگل. اگه فکر مدگلم نباشه شما به خیال اینکه مدگل هر کی خواست لینکشو به تو نه خود و همین دیگه. منظور مدگل همینه، میگه چرا آدمایی هستن خب که این صحبتو میکنن، هی میان هی من پیام میدن میگن که آره رفتیم با فیلمت نمیدونم انقدر زدیم نمیدونم این کارو کردیم. مثلا خودت رفته روی یوتیوب به ویدیو ریاکشن رفته من نگاه کردم، در موردش حرف زدش، در موردش صحبت کرد، گفت آقا این مثلا آره صحبت کرده. خب آیا ریاکشن رفته، ولی دیگه اونم مثلا اون موقع فکر می‌کرد شاید بیاد خودش یه چیزی بگه مثلا قضیه تمام بشه بره، ولی در صورتی که مردم ادامه دادن. ولی به نظر من حالا کاری نداریم، دلیل اینکه مردم روی این قضیه زوم میکنن جدا از اینکه حالا خیلی‌ها حالا من نمیتونم بگم مریضن، ولی اینجوریه که مثلا میخوان به یه نفر اذیت بکنن یا میخوان مسخره بکنن این حرفا. جدا از اون خود مدگلم با توجه به اینقدر رفتار نمیدونم کلمش چیه، ولی مثلا میتونم بگم رفتار زننده‌ای که داشته نسبت به خیلی مخاطبا، خب باعث شده که همچین چیزی رو به سمت خودش جذب کنه. مثلا نکن آخه یه پکیجه، خب یه جورایی اول چطور شد مثلا به مدگل اومدن مردم چرت و پرت گفتن. خب خیلی اون موقع که با فکر 3 سال پیش 4 سال پیش ما اومدیم روی یوتیوب موزیک ویدیو میداد، خیلی ها دوستش داشتن و فلان و این حرفا. بعد یواش یواش وقتی یوتیوبشو زد و وایساد اومد مثلا این چرت و پرتای نه فراماسونری، همین کلا چیزای توهم توطئه‌ای خب اومد شروع کرد تعریف کردن و چیزای مسخره، یعنی یه چیزایی که واقعا چرت و پرت بود و میومد میگفت آره منم دیدم. خب و همش این شد مردم مسخرهش کردن، آقا این چرت و پرتا چیه میسازی. خب مثلا اومده بود گفته بود که آقا داستان بک رومو که میدونی آراد؟ بک روم آره این اتاق پشت. آره این بک روم روی یوتیوب معروف شده بود یه زمانی که تو ممکنه از دنیا خارج بشی بیافتی تو بک روم، بعد تو یه چیزی تو اون بک روم هست که میاد تو رو مثلا شکار میکنه. یه داستانی بود، یه مدلی روی یوتیوب خب مد شده، یه نفر ساخته بودش و وایرال شد. خب گفتن آقا گلیچ ماتریکس وقتی اتفاق بیفته تو میافتی تو اون بک روما. خب و حالا اینجوری در صورتی که اون ویدیو رو یه نفر ساخته بود. خب و ویدیوهای مثل این خیلی زیاد میساختن، مثلا پابلیک مثلا یه ویدیو ترسناکی میسازن، خب یه مدتی وایرال میشه مردم نمایش سوال کنن تو فورما و این حرفا. خلاصه خیلی وقت پیش رد شد، یعنی معلوم بود که آقا اینو یه نفر ساخته. خب مثلا خودش هم یارو گفت من اینو ساختم، به ویدیو ساختیم. این اون گفت آره من خودم رفتم، منم افتادم یه بار تو خواب، افتادم تو این چیزها بک روم ها، بعد مثلا تازه این لول فلانش یه لول دیگه هم 3 تا لول داره این مدلی این حرفا و اینجور چیزا رو میومد میساخت و بهشون که واقعیت، یعنی به عنوان یه چیز واقعیت بهشون میپرداخت، نه اینکه آقا حالا یه داستان جالبی هم هستش بچه‌ها بیان بدونین پشتش این بوده، نه واقعی بوده همه اینا. و اینجور کانتنت ها میساخت و مردم شروع کردن مسخره کردنش. رفت جلوتر، بعد این مسخره میشد، میومد مثلا گفت آره مرد، بعد چون دخترم بود خب میگفت آره مردم مثلا اینجوریان. خب مردم همش دنبال اینن که شما مخاطبای رپ فارسی متخاطب رپ فارسی بیشتر شاید مسخرهش میکردن چون رپ داشت به رپ مسخرهش میکردن، میگفت آقا آره شما زن ستیزی، شما نمیتونید مثلا ببینید فلان این چرت و پرتا. بعد حالا نمیگم زن ستیزی وجود نداره، وجود داره، ولی این دلیل اینکه چرا این واکنش‌های منفی به اضافه زن ستیزی به سمت تو اومد، خب چرا به سمت خیلی آدمای دیگه نمیره؟ این همه یوتیوبر روی یوتیوب هستن، خب زن و مرد، خب یه سریاشون مورد
توجه منفی قرار میگیرن توسط مخاطبا. خیلی هاشون چی همه حال میکنن کلتون تشکر میکنن و اینجور صحبت ها. حالا به نظر من این یکی از دلایلش خب خودش بود، ولی دلیل دومش هم حالا اینکه واقعا زن ستیزی اینا وجود داره دیگه. مثلا بعضیا بد نسبت به خانوما تفکر منفی دارن. منفی یعنی این تحقیرآمیز دارن، خب مثلا بد صحبت میکنن، یا اینکه تا یارو رو میخوان بزنن یا باش مخالفم میگن برو مثلا تو مثلا زن نمیفهمه، زن خوابش چپه، نمیدونم این چرت و پرتایی که میگفتن. متوجهی؟ دیگه اونم باید تو طول زمان درست بشه. واقعیت اونم وقت میبره. مثلا ما این همه سالها طول کشید که هزارها طول کشید آگاهی‌های مختلفی انسان‌ها دست پیدا کردن. خب اینم روندش داره طی میشه. نظر تو چیه؟ داستان خودت میخوای، یعنی you asked for it. آره. خب یه مسئله بودش توی غرب. حالا توی ایران که نمیشه زیاد این کار کرد چون کلاب ملاب و این حرفا نیستش، نمیشه این چیزی کرد، ولی توی غرب این اتفاق زیاد میفته که آقا دخترها میرن بیرون، یه اتفاق میفته، یکی بهشون یه چیزی میگه، یکی بهشون دستی میزنه، یکی بهشون بی‌احترامی میکنه، یکی بهشون بد نگاه میکنه، یکی سوتی براشون میزنه و این حرفا. بعد اوایل این اتفاقات که خیلی دیگه زنا شروع کردن صداشون در اومد، میگفتن که آقا چرا این کارو میکنین؟ گروه کانسرواتیوا، مردای همون زن سیتی برگشتن گفتن که آقا you're asking for it، خودت دلت میخواد، اگه نمیخواستی این کارو نمیکردی. حالا دلیلشون چی بود؟ میگفتن که آقا اگه یکی داره لباس لخته میپوشه، سینه‌ها رو تا اینجا میندازه بیرون، موها رو خوشگل کرده، لایک زده، قیافه خوشگل کرده، بعد رفته توی کلاب با یه گروه دیگه هم شکل همونطوری، بعد مستم میکنن، یه حالتی هم تکون میخورن که یکی مثلا میتونه آدمو دیگه جذب کنه، بهش میگن آره بهش میگن چی؟ بهش میگن میت کالینگ. خب میت کالینگ مثلا صدا کردن به فارسی چجوری میتونه ترجمه کنه؟ ببین شاید الان یعنی مثلا تو واسه دیدی مثلا حرکاتی که حیونا انجام میدن، مثلا یکی که نه یه حرکات غریزی حیوانی یعنی یاد نمیفهمه حرفو درست بگوش. خب اینا حالت غریزی، یعنی حتی اگه تو خودت هم به صورت کانشسلی آگاهانه ندونی، خب ناخودآگاه تو داری این کارو میکنی واسه اینکه توجه جنس مخالفو جلب بکنی. یعنی شاید خیلی میگن آقا آره ما همه دوست داریم مثلا خوش تیپ به نظر بیایم، خب هم مردا هم زنا، خب اونا دوست دارن خوشگل بشن، دوست دارن خوش تیپ بشه فلان، ولی ساب کانشس اینا خب واسه جذب توجه. حالا بعضی وقتا اگه سر کاره تو واسه جذب توجه مثلا افراد هم فلو مثلا ورکرته، خب کوورکرات، مثلا تو میخوای ادمیریشن چیش میگن آقا این که اونا مثلا ازت تعریف کنن و به دست بیاری. خب ولی وقتی تو کلابه و این صحبت ها یه سری جاییه که مردم میرن واسه میت پیدا کردن، خب آره واسه میت پیدا کردن، اونجا دیگه معلومه آقا تو واسه یعنی خود ندونی هم واسه این رفتی دیگه. من که نمیرم مثلا همیار. آره. حالا اینو چجوری میخوام وصل کنم به این قضیه و چرا اینو گفتم؟ این که یکی که اون کارو میکنه میذاره خوش توی اون محیط به اون شکل و اون برخورد رو داره و اون اخلاق رو داره و اون کارا رو انجام میده، داره خودآگاهانه نه ناخودآگاهانه میت کال میکنن. این انتظار داره، یعنی یا باید آگاه باشه که این اتفاق قراره بیفته، یکی میره بهش نگاه میکنه، یکی میره نزدیکش میشه، یکی رو باهاش حرف میزنه، یکی بخواد دستش بزنه و غیره، نباید این کارو کرد. ما از لحاظ من میدونیم که خودمون رو کنترل بکنیم، آقا به کسی دست نزنیم تا بدونیم که طرف خوشش میاد خودش میخواد. این انسانیت ما. اسکلی که میره کار انجام میده اونم احتمالاً مست و کسی که خوش تو این شرایط قرار میده باید آگاه باشه که همچین اتفاقی امکان داره بیفته. مدگل داستانش توی جامعه هم دقیقاً همینطوریه. حالا مثلا به فرض مثال شاید ندیسن یه مدل لباسی بپوشی که پرووک بکنه تو رو به حرکت بندازتت، ولی میاد یه طوری برخورد میکنه، یه جوری حرف میزنه، یه مدل کانتنتی درست میکنه که دقیقاً همون ریاکشنی که میگیره، همون واکنشی که میگیره رو انتظارش داشته، یعنی خودش خواسته. خب مدگل دقیقاً این کس همین آدم هست. من همون اولی که ویدیوشو میدم خیلی هم ندیدم واقعا ویدیوهای مدگلو. مثلا مدگل یعنی دختر عصبانی، یعنی دختر مدگل. آخه مدگل دو تا معنی میتونه داشته باشه. آخه میدونی توی یوکی وقتی یکی رو میبینن، خب اولا که به دختر میگن گل، یعنی که هات گل، اینطوری میگن. بعد اگه به that's a mad girl, she's a baddie، منظورش اینه خیلی خوبه، she's a bad bitch. خب اگه خودش داره mad girl صدا میکنه
اسمش وقتی مدگله، بعد اومده یه طوری هم برخورد میکنه با اون ASMRاشو، مدل صحبت کردنشو، مدل برخوردش، she's asking for it. یعنی اگه مثلا یه شخصیت دیگه داشت، یه مدل اپروچ دیگه داشتش خیلی محترمانه بودش، اون مخاطبایی که می‌خواست خود دست به خودش جذب می‌کرد، دنبال ریاکشن میگه، دنبال واکنش میگرده، دنبال جنجال میگرده، میاد اینطوری برخورد میکنه و از اون هم استفاده میکنه برای اینکه بیشترش بکنه. اگه نه چیز عجیب غریبی اتفاق میفته که من فکر کنم به جای رسیده دیگه واسش تو ماچ شده، حالا نمیتونه مثلا هندل بکنه. خب مثلا یعنی از لحاظ یعنی ظرفیت این همه مثلا توجهی رو این مدل توجه نداشت، در صورتی که خودش داشته کار می‌کنه که این توجه بیاد به سمتش. الان به جای رسیدگی ظرفیتش رو نداره، نمیتونه تحمل میکنه، اینجوری مثلا لش اوت میکنه روی مردم. در واقع اینجوری انرژی که داره میاد اینجوری خدا کنه که دول همه مردا بیفتن. خب میافتن، میدونی کجا میافتن؟ تو دی امات. آره تو بیافتن. قوی گفتی. آرادم قویه. آره خلاصه خیلیا بهش اینجوری واکنششون دادن. چین فهمیدین که مشن موشک پرتاب کرد بره سمت میخواد برن اونور ماهو که ما نمیبینیم ببینن. پشمام قوی. چینم قویه. چیکار کرده؟ واسه چین کار کرده؟ چین یه مشن دادن چندین سال بودش تو آماده سازیش بودن که آقا ببینن اونور ماه چیه، چرا خبری داشت. یعنی تو فکر می‌کنی ناسا آلردی میدونه؟ خب میشه اگه چی؟ خب بگو. این قشنگ میشه که اگه اسم میشونه بذارن The Other Side of the Moon، مثلا اسم آلبوم میمونه، مثلا یه آلبوم گنگ میمونه، هنریه قویه اسمش. اون برای ما قویه. میگم به نظر یعنی ناسا میدونه ولی مثلا نمیخواد کسی بفهمه یا اینکه چیه؟ نه اونا فقط اونا هم می‌خواستن بدن روش سرمایه‌گذاری نکردن که برام ورش نگاه کنن. من فکر نمی‌کنم یارو سرمایه‌گذاری کرده مثلا به رو مریخ. من فکر نکنم خب ببینید اون ور ماهشه شاید لازم مهم نبوده. این حرفو نزن برادر من. یارو میلیون ها بیلیون ها دلار چیز میکنه. خب فهمیده اون ور چه خبره دیگه. خب ما اصلا چه میدونیم اونا دارن چیکار میکنن؟ تو میدونی واقعا رفته یارو مریخ رفته روی ماه چیکار کرده؟ من حتی شک دارم رفته باشن رو ماه. مریخ که نرفتیم هنوز. نه آدم رفته، اون کاوشگرایی که میفرستن منظورمه. لازم نیست تو فیزیکلی بری اونجا که بفهمی اونجا چیه، که چی برداشته یا چی برده یا مثلا چی ساخته، چی کارای اونجا کرد، ما خبر نداریم. هر چتی رو نشون بدن خب میگه اوکی این کارو کردی. مثلا من مثلا بگم امروز یه ویدیو خودم بگیرم، خب دارم مثلا چه میدونم آب میخورم، کتاب میخونم، فلان، این حرفای 5 دقیقه از این ویدیو از اکتیویتی روزم بدشون، مثلا 20 دقیقه ازشو بدشون بدم. خب آیا تو میدونی یعنی 24 ساعت روز من چه اتفاقی افتاده؟ نه نمیدونی که. آب خوردی دیگه، اگه تو اون 20 دقیقه آب میخوردی حتما کل اون روزش آب می‌خوردی. آفرین. خب حالا من میگم نمیدونن چی کار میکنن، خیلی کارهایی دارن میکنن ما خبر نداریم. حالا گفتن که ما داریم میریم اونجا ببینیم فقط اونور چه خبره، در صورتی که احتمالاً شاید یه جنگی داره اونجا اتفاق میفته. نه جنگ اونطوریه، مثلا جنگ برای گرفتن قسمتی از اونجا. متوجه چی میگم؟ آقا این قسمتش واسه ما، این قلمرو ما. مثل داستانی که تو قطب شمال یا قطب جنوب مثلا خیلی کشورها میخوان که مثلا اون قسمتش مال خودشون باشه. متوجهی که ایران هم یکی دو ماه پیش چند ماه پیش رفتش اونجا گفت آقا این قسمت هم مال ما واسماس. نه خیلی برام عجیبه. ما تا به حال فقط یه ور ماهو دیدیم. آره دیگه ایشون نمیشه اینجا که به ماه نگاه می‌کنیم فقط یه ورشه. ماه کلا نمیچرخه. خورشید پشتش شماست. شاید بهم یاد داده بودن یادم نبود. خب یعنی the new space race اگه مثلا موجوداتش اونورش قائم شده باشن تا حالا این برای که سوال نشده که خب اینورش نور میخوره اونورش که تاریکی خیلی تغییر میکنه. سوال شده ولی اینورش همیشه گرمه اونورش همیشه سرده. این همه هزاران سال خب آدما چی بهش میگن سوال واسهشون شده ولی جوابش نمیدونستن. الان ما هم نمیدونیم. نمیدونیم چه خبره. حدس میزنیم اگه اینورش این شکلیه اونورش هم این شکلیه دیگه. خیلی عجیبه. خیلی عجیبه واقعا. بعد ما تا خود ماه رفتیم دورشو نگشتیم. خود رفتیم روش. حاجی کار ساده ایه. من کار ساده ایه. اولا اونجا تو حالا با موشکه رفتی بالاخره یه نقطهش وایسادی. یه سیارک به حساب میشه دیگه. چی ماه. آره حالا یه جسم خیلی بزرگیه. همینجوری نمیشه تو پیاده قدم بزنی دورشو بزنی، یه جزیره است. خب نه دیگه تو دروغ میگی. من دیدم خیلی هم کوچیک اتفاقا. آره نه من اتفاقا به نظر من کامل مپ ماهو اصلا دارن، یعنی اصلا مپش کردن.
میدونی به همین خیلی راحته آخه با تکنولوژی با پا بلند نشدن برم ببینم که بره اون دور و بر بگرده. آره بابا ما چطور الان گوگل مپ داریم میریم میگرده مپو در میاره 100% ما هم داریم. مریخ هم داریم برادر من. خب زحل هم داریم حتی. ما میدونیم مثلا توی چه میدونم فلان صحابه میلیون ها سال نوری اونور خب چه خبری، چه اتفاقی داره میفته. خب بعد نمیدونیم مثلا اونور ما چه شکلیه، اونور مریخ چه خبره. مثلا یه چیز کوسشریه واقعا بی ربطه چرت و پرته. آره که میترسن که چین بخواد تریتوری بکشه اونجا. بفهم همینه، چیز دیگه ای نیستش. آره خلاصه بعد از این چی بودش کلدوار جنگ سرد دوباره این مسابقات فضایی داره شروع میشه. مسابقه واقعیت نیست، مثلا ما میگم مسابقه است، اینا خودشون قبلا تقسیم بندیش کردن. خیلی باحال میشه اگه برسن چینیا اونجا بعد ببینن که ترامپ اینجا میاد تونی چیکار میکنه میگه I'm building a wall and no one's gonna be 10 feet tall no one's gonna be over it. درت سرویس وای آخه ببینم خب این خیلی برای شما قشنگ نیست شما اینجا نشستیم تو اتاق خونه خودمون داریم با یارم توی این پادکست راجع به این صحبت کردیم که ما هیچی واقعا نمی‌دونیم راجع به اینکه این چیزا چه جوری ساخته شدن، اون دوربین اگه لازم شد یه وقت مثلا دانشمندان چه جوری بسازیمش و این حرفا. بعد یه اتفاقاتی اونجا داره میفته، مثلا چین میگه که آقا ما می‌خوایم بریم اونور ماهو ببینیم. خب می‌خوام برن اونور ماهو ببینن، به ما ربطی نداره. اصلا جای تعجب نیست که ببین خیلی قشنگ نیست. اون هرم فرماسونری دیده بودی تو اون زمان که مثلا پایش میگفت مثلا شما اینجایی شما شیپید؟ نه ندیدم. چجور تو اینا ندیدی؟ ولی کل دنیا دیدن. آقا هرم فرماسونریا خب خودشون تو سایتشون هست که مثلا یه هرمه، خب رده های مختلف کیا مثلا چه اقشاری از جامعه کجا هستن همه رو چیز کشته. بعد پایینش یه فلش زده، پایینش گوسفنده. بالای هرمه هم 4 نفر مثلا سر یه میز نشستن دارن چیز مثلا. نه اونی که تو میگی مال کپیتالیسمه، فرق میکنه. این خب بعد پایین ترین ردهش مثلا هرم غذایی هستش، پایین ردهش یه سری گوسفندن. خب اینجوری عکس یه سری گوسفند من نوشته شما اینجایید. خب داره مردم میگه واقعا اصلا نمیفهمن چه خبر قضیه چی اصلا چه داستانیه. واقعیت نیازی هم نیست بفهمی. میخوای بفهمی که چی بشه، میخوای چیکار کنی. Ignorance is bliss. نه ignorance is bliss نیست، منظوری که واقعا تو مثلا میخوای چیکار کنی. الان چین بلند شد رفت اونجا رو کره ماه گرفت، میخوای چیکار کنی؟ یعنی جالب میشه اگه مثلا برن روی کره که برن روی ماه جنسیتش چی بوده؟ شی بوده یا دی بوده؟ اگه اینطوری باشه که من اصلا راضی نیستم. اونجا حقوق ترنس برقرار میشه. اونجا LGBTQIA+ کامیونیتی فلگ گذاشتن یا نذاشتن؟ اصلا اون فلگو فقط باید بزنن. اون پرچم از همه پرچم مهمتره. اون پرچم یونیتیه. باحال نمیشه روی کره ماه برن یه لحظه برن روی کره ماه یه سازه بزرگی بسازن، یه رنگامیزی بکنن و از روی زمین ما ماه جدید ببینیم، ماه با شکل مثلا متفاوت. کیان در فریلند زندگی میکنه. مثلا برن LED لایتس بذارن، بعد مثلا هر ماه سال یهو ماه یه رنگ بشه، از دور بگیم آقا ماه رنگی کردیم. فکر کنم مثل برج ایفل دیدی سرحش یه چیزی پخش کنن، این سری رو ماه رو پخش کنن. آی خدا هستم. اگه مثلا با این رفیقت بگونیم چه گوزیه ای بابا گو خوردیم. چیکار رفیقش داری؟ ای بابا بذار بریم سراغ رفیقم. مسلمون بوده. خب از اول بگو شیعه. یه رفیق دارم مسلمون بوده، مسلمونه شیعه خشن، خیلی مثلا کانسرواتیو تور. خب خانواده مادر با حجاب، بابا صبح تا شب تو خونه، بازی با دنبال خود. ازم خدمتتون که ایشون میره عاشق دختری میشه. رفیق من که نزدیک 10 سالم از اینجا میشناسمش. من میشناسمش. دختر سفید پوسته. میشناسمش. فهمیدم. میرفت عاشق دختری شد. این دختری که باهاش توی ایستگاه ترن آشنا شد ازش خوشش اومد، شونه‌اش گرفت. 2 سال با هم تو رابطه بودن. این قضیه واسه 5 سال 4 تا 5 سال پیشه. 2 سال با دختر تو رابطه بودن. در طی این 2 سال این دوست ما شکل گرفت با این دختره.
به مرور زمان این دختره از حالت سفیدیش به حالت ویگن تبدیل شد. فقط یعنی دختر سفید پوست عادی شد دختر سفید پوست عادی ویگن. از طریق سفید پوست عادی ویگن شد فمینیست. از طریق فمینیسم LGBT یو فهمیدیم که اصلا بایسکشواله. بعد دیگه رفته این دوستم بعد خب هی به مرور زمان هی فکر کنم هست 4 ماه با یه تغییر عجیبی توی این به وجود میومد. رفیقو منم خب عاشق این شده بود، ازش خیلی خوشش میاد، میخواست باهاش بمونه. هی با اینا میساخت، میگفت بابا نه نمیشه، اینا اسکلی تو رد تو اولش اینطوری نبودی، الان چرا اینطوری شدی، چرا اونوری‌تر داری میشی. هی به مرور زمان بعد از اینا رفت مثلا حالت کاسپلی برداشت، فقط لباسای مثلا انیمه‌ای میپوشید وقتی میرفتن بیرون. حالا فکر کن یه پسر ریشو موسیاه قد بلند عراقی مسلمون با یه دختر صورتی پوش نمیدونم عینان دارن تو خیابون مثلا بغل هم اصلا به هم خب ببین میذار بایسکشوال میشه، هم جدا میشن. توی این جداییشون مثلا برای یه 3-4 ماه اون میره با یه دختر دیگه رابطه برقرار میکنه، یه دختر دیگه، نه با یه شخص، یه پسر دیگه. این میگه که آقا اصلا نمیتونم بدون زندگی بکنم، بیا بمونیم میسازم با همه اینا، اشکال نداره، خانواده لازم بفهمن این حرفا. یعنی پسره میگه همزمان هم با من تو رابطه باشم با یه دختر دیگه. اوکیه. نه اونش نگفت، میگفت من برمیگردم. اوکی میکنه، میگه که این ایدئولوژیات من قبول میکنم، فقط با خودم باش، همین. بعد کار نمیکنه. بعد از 2 سال از هم جدا میشن. دخترم رفت الان با دختر پسر شکلی که مثلا فکر کنم ترانسجندریه که از پسر به دختر تبدیل شده رفت توی رابطه، یعنی که یه پسر دختر شده. الان اون دختره با دوست دختر سابق رفیق ما رفتن توی رابطه. خب حالا ما توی اینستاگرام عکس مکساشو میبینیم که هستش و پست کنه حرفا دیگه، کلا ردی داده دیگه، کلا رفت توی قضیه پرچم رنگا و قرار ویفر در بیاد. حالا میگذره از این داستان، میگفتی رنگا دیدی دیگه، سفید پوسته بعد وسطش کرم. این دوست ما الان رفته 1 سال و نیم 2 سال دوباره توی رابطه جدید. این رابطه جدید که شروع شد با شخصی کاملا متفاوت، یعنی 0 تا 100 متفاوت، مذهبی شدید، مسیحی، کلیسا برو، نو سکس آنتیل مریج. ارزم به خدمتت که چطور میتونه یه مثلا یه مذهبی شهید مسیحی با یه مذهبی شهید مسلمون چیز بشه با هم در یه خانواده‌اش این شکلی بود. الان خودش گفت خودش به مرور زمان دیگه با اون دختره ول شد دیگه، مثلا رد داد از عقایدش و از مذهبش گذشت. خب در حدی که مثلا این تا حالا الکل نخورده بود تا مثلا 19 سالگی. یه روزی مثلا توی سال اولش با رابطه این دختره من فهمیدم که آقا من بیر اولمو خوردم. من تعجب کردم، موقعم تو بچگی مثلا فازم دنبال خودم توجه میگشتم، تو اینستاگرام داشتم چیکار کرد بیر خورد فلانی. حالا اسم یارو رو گفت ترکیت واقعا. آره اسمش هم گفتم تا این آخر بره آدرس خونه‌ش هم به ما میده. رفتم پستش فیسبوک چیکار کرد، با اینو فهمیدم که واقعا این کارو کرد. دیدیم که آره خب این کاری کرد، مثلا اولین کار بزرگ که این الکل نخوردنش بود خورد. حالا رابطه‌اش با این دختره در حدی شده که آقامون میخواد با ایشون ازدواج بکنه، مسیحی بشه. سرسخانه شده که ایشون این شخصشه و باپتیست شده. خب رفته مسیحی شده. قوی بود آفرین. کلا کانورت کرده. حالا تو این داستان به حالتی هم کانورت کرده که ضد اسلام شده، یعنی جدا از این که مسیحی پاورسی شده ضد اسلام شده. میگه خودش میگه به حرف خودش، دیشب پریشب بودش من حرف می‌زدیم، میگه من شاید خیلی مسیحی خوبی نباشم ولی به رسم شکل میتونم اثبات بکنم که اسلام غلطه در این حد. درست. خب بعد یه مثال اینجا زدی که اونم استفاده کرد. وقتی داشتیم همین راجع به چیز میترائیزم و خدا و ادیان و چیزایی که ما داشتیم تا رو باش حرف می‌زدیم و با این دیسکاوریایی که ما با هم دیگه رسیدیم یا تو رسیدی به ما شیر کردیم و ما خودمون جای دیگه خوندیم، داشتم باش در میان میذاشتم که آقا یه منبعی هستش، تو داری به همون اعتقاد داری، منم به همون اعتقادم، مسلمانان به همون اعتقاد دارن، هممون یکیم، کارمون یکی داریم اینجا میری. بعد خیلی تاکید داشتش که تو چرا به جیسس کراست اعتقاد نداری؟ جیسس کراست مگه نمیدونی بوده؟ من تاریخش نخوندم. گفتم آره هم بوده، هم خوندم، هم اعتقاد دارم، هم میدونم که خودش خدا بوده، همه اینا رو من معتقدم، یعنی همه اینا رو هستم. فقط تنها دلیلی که من نمیخوام خودم رو یه مسیحی صدا بکنم اینه که نمیخوام خودم رو
به یه فرقه وصل بکنم که بتونم مثلا یه محدودیتایی خودم بذارم که جلوی پیشرفت منو بگیره. بعد گفتش که نه تو اصلا متوجه نمی. حالا داشت توضیح میداد حرفا. بعد یه مثالی برام زد. ما یه دوستی داریم، این یکی دوستمون توی فاز گل و پارتی و مشروب و فقط کار و بیزنس و صبح و شب کار و بره بالی، بعد بالی بیاد بره تایلند، از تایلند بیاد بره ویتنام، از ویتنام بیاد بره میدونی دیگه سوراخ‌کاری، درل بازی، فقط تو این فازاست. بعد ما سه تا خیلی به هم نزدیکیم، یعنی من مثلا متوسط با اونی که سری هر جا میره یهو اون شکلی میشه، با اونی که اصلا توی این فازا نیست و برعکسشه، سه تا با هم دوستای صمیمی هست و همدیگه با هم زیاد میگردیم. خب میگه ما سه تامونو به سه شکل میبینم. میگه مسیحیای خوب، این یکی دوستم که الان داشتم چیز میکردم راجع به اون دوستم حرف میزنه. خب بگو آقا واسه یه اسم مثلا ABC مثلا روش بذاریم، خب یا چون اسم آدم دوست مسیحی، دوست گلزن با من دیگه الان بعد توضیح میدم. خب دقیقاً بگو. دوست مسیحی میگه که من مسیحی‌ها رو به این شکل میبینم. خب میگه که سه تا مدل آدم هستن، همشون اولا که یعنی یا مسیحی هستن یا میخوان مسیحی‌ها رو گول بزنن و دیدگاهش اینطوریه. میگه که یه شیپ داریم، یه گوت داریم، یه گرگ داریم، یعنی یه گوسفند داریم، یه بز داریم، یه گرگ داریم. میگه گوسفند خوبان. چرا؟ چون گوسفندا در اصل شپردشون، چوپونشون خداونده. داره خدا میگردونتشون، اصلا ایرادی نداره چون با اسم خدا دارن. اینو سمبولیکلی هستم تا جایی. یعنی چی؟ اینا به من وصلن، دارن کارهای درست انجام میدن، ایرادی نداره. خب درست. میگه بزغالا، گوتا، اونایی که سرک میکشن، همون بین گوسفندا هستن، دارن به من وصلن ولی دوست دارن کنجکاوم. مثلا میگن که فلان چیه، 20 سال چیه، این کیه، اون کیه، یه ذره از گروه بیان بیرون، یه سرکی بزنن اینا، ولی بازم اونا اشتباه نیستن، یعنی گمراه نیستن، فقط یه ذره بی‌تربیت‌ترن، میدونی، یه ذره. دقیقاً گفت تو رو آراد من به چشم اون بزا میبینم، دیو گوت. خب چون توی راه هستی ولی داری هی میخوای سرک بکشی، نمیخوای بیای اینور، نمیخوای شیپ بشی. من اصلا ترجیحم گوت باشه. The greatest of all time is better than a sheep. من اینطوری بهش گفتم. خب بعد گفت ولی من اون یکی دوستمونو، همون دوست گلزنمونو، به چشم یه گرگ میبینم. چرا؟ اون جدا از این که قدرت بیانش انقدر رفته بالا که نمیشه قانش کردش که شیپ بودن خوبه، بلکه میخواد بیاد شیپا رو از بین ببره. و میدونی بیشترین تاثیرش کی میذاره؟ روی تو بز. مثلا تو اگه مثلا سرک کشی، تو رو از اول از همه مثلا برمی‌داره، چون هی تو دورتر میشی. حواست باشه، بیا به چوپون، بیا به شپرد نزدیک شو فلان بیسار. خب این قضیه شیپو که داشتی میگفتی و راجع به هایرارکی حرف میزدی که اون پایین گفتن که this is you، از اون پایین‌تر هم به نظر من اصلا آدم هستش. چرا؟ چون this is you ها میتونن شیپ باشن که به منبع وصلن و دارن کاری که باید بکنن. خب گمراه نیستن آنچنانی، حالا زیاد ماه و اینا بهشون ربطی نداره، دارن زندگیشو میکنن. ولی یه سری هستن زیر اون شیپا که واقعا به معنای واقعی گوسفندن، یعنی مهم که نیست واسهشون. این پادکست هم گوش بدن اینا دارن چی میگن دیگه، باشه اصلا ما جزایی چیزا حرف زدن باشه در میخوره، باشین دعا کنیم واقعا. میدونی یه چیزایی که کلا رد. حالا من اون عدید خودشون بود. آفرین، میخوام بگم که یکی عدید خودشونه. خب در واقع من باور دارم که اصلا کسی نمیتونه برخلاف چیزی که قبلا نه پلنی که خدا چیده اصلا کاری بکنه. خب من اصلا اینو مطمئنم. بعد یه سریا فکر میکنن دارن آره ما داریم مثلا دولتو میگردونیم، من کسی هم که چه میدونم اینجا باعث شدم فلان قانون نوشته بشه که این موشک بره آسمون مثلا ماهو بگیریم فلان. ولی من خودم فکر میکنم اگه دایره بگیریم، خب اینا همش توی پلن خدا داره میچرخه، یعنی همه اینا جزء داستانه و اینا فکر میکنن که اونا دارن انجام میدن، در صورتی که اصلا اونا انجام نمیدن. آخر یعنی میدونی منظور چیه؟ یعنی آخر همه اینا بعضیاش بد به نظر میاد، بعضیاش خوب به نظر میاد، همه اینا مقصدش به یه چیز خوبی میرسه، در صورتی که الان به نظر تو یه چیز بدی داره اتفاق میفته. متوجهی منظورمو؟ یعنی صرف میگن آره ما آره حالیمونه ما داریم چیز میکنیم، در صورتی که البته اینم بگم خب همیشه یاد فکر کنم در مورد این صحبت کنیم یه بس پلنی واسه همه وجود داره. خب یه سری اون بس پلنش رو نمیرن، میگن آقا ما این راه بریم، ولی آخرش اون راهی که تو هم میری میچرخه دنیا رو میبره به اون سمتی که باید بره. متوجه چی بهت میگم؟ اینطوری
خیلی من این مسئله بچگی میگفتم و الان قانع‌تر شدم نسبت با همین دیدگاه اون منبع اصلی به این نتیجه میرسی که بین خوبات فقط خوب وجود داره. چرا؟ چون هر چیز بدی به خوبی میرسه. نبود خوبی میشه بدی اصلا. دقیقاً نبود خوبی میشه بدی که از اونم میشه چیزی یاد گرفت، پس اونم چیز خوبیه. یعنی اگه چیزی هم چیز خوبی نباشه تو به یه کشفی میرسی، به چیز بهتر میرسی، به اونم میشه چیز خوبی. خب فقط خوبی وجود داره. پس آدمایی که به بدی دقت میکنن، توجه میکنن، میخوان تو رو از بدی در ببرن یا بهت میگن که این بده اون بده، یک یا خودشون گمراهن و هنوز آگاه نشدن که همش خوبه، دو به اون منبعی که دارن چیزش میگن پریچ میکنن هنوز اعتقاد کامل ندارن. چون اگر به بزرگی خدای خودش یکی اعتقاد داشته باشه اصلا نمیاد بگه که آقا بیا فلان شو، تو باید بیای بری تو اینا. خدای تو میگه انقدر قدرتمند نیست، نترس منو میارم همونجا. دقیقاً. خب تو نگران چی پس؟ موافقم سر این قضیه. نه ببین حرفت خیلی درسته. میخوام فقط اینو اضافه کنم که چالش این قضیه اینجاست که سخته اون موقعی که تو داری زجر میکشی، خب قضیه رو بخوای خوبیشو مثلا بفهم که آقا این یه چالشه که من باید توش برم که به خوبیه برسم. خب اینش سخته. مثلا تو اون موقعی که فوق اعصابت خورده سر یه داستانی که واسه پیش اومده، تو همش درگیر این مشکلیه که هستی اتفاق افتاده، که حالا راهش همینه دیگه. راهش اینه که ترس نداشته باشی و بدونی که این جزوی از مثلا پلن خداست و باید تو مثلا به سمت یعنی توش کار رو انجام بدی. حالا با توجه به اون پرینسیپال اصلیت، خب که پرینسیپال که خدا واسه گذاشته، اونا طبق اون عمل بکنی، بری جلو، این چالش رو پشت سر بذاری و دستش هم تو همین راه میری. متوجهی؟ ولی اینو یه چیز قشنگ گفتی، خیلی نکته باحالی بودش و خیلی درسته. چون بدی نبود خوبیه، تاریکی نبود نوره، خب سرما نبود گرماه. متوجه چی میگم؟ خیلی این تضادا در واقع بوده، وقتی اون نباشه مثلا میشه یه چیز دیگه، خالی بودنش میشه. متوجه؟ خیلی قشنگه. یه مثال خوبی زد داشت وقتش من گفتم که بابا تو دین نیست، یه فلسفه زندگی، واسه همین انقدر رفتی توش حسابی خوندی و داری با محاسبات پرپر باقرس اومدی به جنگ من که منو بخوای تغییر بدی. چون تو الان رفتی فلسفه خودت یاد گرفتی، یه فلسفه زندگی برای خودت به دست آوردی، راهتو پیدا کردی و این درسته. بعد این مثال زد، گفت تو اصلا فکر می‌کنی گناه چیه؟ گفتش که یه مثال اول یه چیزی گفتش که تو نمیخوای این کارو بکنی چون گمراهی. گفتم آقا الان من که گمراهم یعنی گناهکارم. می‌خواستم بگم من گناهکار نیستم چون دارم راه خودم پیدا می‌کنم، ایرادی نداره. گفت نه اصلا گناه یعنی چی؟ گفتم گناه از خدا دور شدنه. خب سمبولیکلی یه چیز مثلا دینیه این گفتنش، ولی از خدا از اون منبع دور شدن یعنی که اون کاری که اون منبع میخواد تو انجامش بدی، میخواد که نزدیک به اون منبع بشی رو انجام ندی، برعکس شوری انجام بدی. اتفاقا درست گفتی، چون معنی کلمه سین SIN خب اینه که missing the target. یعنی تو فکر آقا یه به این چی میگن؟ arrow. مرسی فارسیشو میگم بعد بوانه رو کمان. یا تیر و کمون گرفتی. خب تو وقتی به هدف نزنی و مثلا بزنی یه جای پرتی، تو اون موقع سین کردی، تو اون موقع گناه کردی. یعنی تو اون کاری که باید می‌کردی رو نکردی. خب در واقع همین که تو میگی دقیقاً کار اشتباه نیست، از خدا دور شدنه. اونم در پاسخ برای گفتش که گفت دقیقاً خب تو اگه اینو میدونی و اگه اینو میدونی که از خدا دور شدنه، چرا نمیخوای به خدا نزدیک بشی؟ بابا عزیز دل من، تو اون خدایی که داری تفسیرش میکنی، اون خدایی که اومده خودش به شکل عیسی مسیح در آورده، همون خدایی که من بهش اعتقاد دارم. آره. تو فقط اومدی بهش شکل دادی که چون اون شکل رو میتونیم تجسم بکنی، میتونی بفهمی. من میدونم که نمیدونم چه شکلیه، چطوریه، ولی همون اطلاعاتو منم دارم. یعنی همون دقیقاً اون مورالیتی که تو داری دنبالش میکنی منم دارم دنبال میکنم با یک آزادی بیشتر. یعنی میتونم تجربه بیشتری بکنم. تو میگی یه بحث خیلی جالبی راجع به همین ماده‌های روانگرد داشتیم، مثلا هلوسیژنیکس و LSD و اینا. خیلی هم برگشت به اون بحثی که تو داشتی راجع به جادو جنبل اینا حرف می‌زدی. آره. گفتش که این مسائل شیمیایی توی کلیسا ما گفتن که همون جادو جنبله و به خاطر این نباید نزدیکش بشیم و به خاطر این سورس ما رو از این میخواد دور بکنه که نمیدونیم چیه. خب
چرا میگن یه چیز شیطانیه یا گناهه یا خطرناکه؟ به خاطر اینکه ما ازش سر در نمیاد، علممون به اونجا نمیرسه، سورس بهمون اطلاع به اندازه کافی نداره که بدونیم که دقیقاً داریم کجا میریم. آره. عین این میمونه که داریم با در یه دریچه جادویی باز میکنیم، میریم توی یه بود، یه دنیایی که هیچی نمیدونیم، هر امکانی ممکنه به وجود بیاد. خب بعد تو کی تمت وسوسه میشی که بری اون سی برابر گاز بزنی؟ وقتی خودت نزدیک به درخت میکنی و اون ماره بهت میگه که آقا بیا سیبو بخور، بیا. نه خودت بذاری اونجا، میبینی یه جایی هست که آقا گفتن طرفش نرو، طرفش کلا نری. آفرین، گرفتم چی میگی. مثل وقتی که آقا تو میدونی مثلا فلان محله خطرناکه، واسه چی میخوای بری ببینی اونجا؟ میزنن یا ممکنه اتفاق بری نیفته، ممکنه کسی نیاد خیرتو بگیره چاقو بذاره تو شکمت، ولی ممکنه بیفته. چرا خودت داری معرض خطر؟ این ترس گفت همین میشه. یه سری اسکیزوفرنیا به وجود میارن، یه سری یهو میرن اعتقادشون تغییر میکنه. جاذبه، یه مثالی استفاده کرد، گفتش که تو تا وقتی به جاذبه اعتقاد داری که جاذبه داره کار میکنه، آره. وقتی سیب جلوت پرت کنن رو هوا یهو نیافته زمین، دیگه به چی اعتقاد میخوای بکنی؟ الان دیگه به چی باور داری؟ علم به جای نرسیده که بخوای بفهمی به چی. خب نکن این کارا رو. گفتم به جای رسیدم بحثم گفتم نه، فلسفه زندگی اینجا فلسفه قویه، میفهمم که چرا این کارا رو انجام نمیدی، ولی باز این یه محدودیتی که تو به خودت دادی. من توانایی خودم در این حد ببینم که حتی اگه اون سیبرم بخورم و اون مارم به من بگه بخور اینا، من میتونم باهاش مقابله بکنم و من میتونم با این نبود سورس مبارزه بکنم و خودم به سورس نزدیک بکنم. خب اونم مثلا تو خودم گفتم اینو، خب من گفتم نه قبول میکنم و به اون لفظاً که اوکی تو دیدگاه حله، ولی این درون خودم این حسه میگن یه شیطانی وجود داره میخواد گولت بزنه. این شیطان درون من خیلی قدرتمنده، لعنت خدایی. آره خیلی قدرتمنده. و یه چیزی راجع به ارگنس هست، میدونی چیه؟ اونم اینه که هرچی ارگنت تر باشی، یعنی با برنامه و چینده شده تر ارگنت باشی، توی زندگی مادی خیلی موفق تر میشی. من فکر نمی‌کنم، ولی arrogance comes before the fall. That's a very very deep matter. خیلی عمیقه. چرا؟ چجوری شد؟ چون واسه اینکه اولا که جیزس گفته اینو، حالا اون گفته vanity comes before the fall، ولی یکیه تقریبا. و واقعا نگاه بکنید تو تاریخ هم اینجوری بوده، یعنی پادشاها، پیامبرا وقتی خیلی اروگنت شدن، خب به فنا رفتن. فارسیش چی؟ اروگنت فارسی بگو. اروگنت میشه خودخواه. نه خودخواه نیست. ما اشتباه میگیم خودخواه. سلفیش میشه خودخواه. اروگنت میشه خودتو خود بزرگ بینی، همچین چیزی. نه خودشیفته مثلا. مغرور. آره مغرور. یه جورایی که آره مثلا من خیلی توانایی خودتو مثلا خیلی روش تکیه داشته باشی. خب در صورتی که باید تو ایمان یعنی به توانایی خالقت باشه، یعنی به توانایی اون کسی که تو رو درست کرده و داره تو رو هدایت میکنه. تو وقتی میری جلو واسه انجام کاری، نه که من خیلی قدرتمندم، خب خدای من خیلی قدرتمنده که به من اجازه میده این کار رو انجام بدم و منو تو این قضیه پیروز میکنه. اینجوری تو هیچ وقت زمین نمیخوری. خب چون سر راه تو الهامات میاد. خب یه مثال، یه داستان تعریف کنم. تو کتاب اسکاولشین خوندم، میگفتش که یه دختره بود، یه دختر حالا مهم نیست کی بود، یه دختر بچه‌ای بود مثلا می‌زنیم. خب اومد گفتش که خیلی تاریخش خوب بود و ریاضی ضعیف بود. موقع امتحاناش اومد و واسه من دعا کن من امتحانمو خوب مثلا بگیرم. این حالا دعا اون به اون صورت نه ها، مثلا میگفته آقا تو بگو چون مثلا تو خیلی آدم خفنی هستی، تو بگی اتفاق میفته. از اینکه یک کلمه میگن در زمان منیفست میشه، میگه که آره من حالا یادم دقیقاً چه کلمه استفاده میکنه. خب ولی داستان اینجوری بود که این دختره میره قبل امتحان ریاضیش میگه که آقا مثلا من چیزی بلد نیستم، خدای تو من اون چیزی که لازمه بدونم و به من برسون که من امتحان خوب بدم، که امتحان ریاضیش رو خیلی خوب میده و بهترین نمره رو میگیره تو کل کلاسش، اصلا که ریاضیش خوب نبود. بعد به تاریخ که امتحان تاریخی میرسه، میگه خب من اینو که دیگه خودم بلدم، لازم نیست از خدا درخواست کمک بکنم. خب اینو مثلا با چیز خودش میره و میره اتفاقا نمره خیلی پایینی میگیره.
بعد خیلی جالب بود واسم که چون من دقیقاً اتفاقم افتاده بود که گفتم آقا بعضی چیزا رو خب میگفتم که دعا میکردم و اتفاق واسم میافتاد، خوبم اتفاق میافتاد. و بعد گفتم حالا اینو که دیگه من بلدم، مثلا تو مثال میزنم خب زبان من که خوبه دیگه مشکلی ندارم، میرم اونجا حرف میزنم، بعد من خراب میکردم خب نمیتونستم درست حرف بزنم یا حالا مدل‌های مختلف دیگه. بعد گفتم واو پشمام، پس این یه چیزی که فقط من حسش نکردم بقیه هم حسش کردم. و حالا داستانای پیامبرا که میخونی، خب داستانای مثلا قدیمی ها رو که میخونی همین جوری بوده. مثلا من همون داستانش دوست تعریف کردم سلیمانو خب که چی شد تو اپیزود قبلی. بعد از اون طرف واقعیت نگاه کن، حالا من نمیدونم آدمای بزرگ الان چی تو ذهنشونه، خب مثلا این بیلیونرها اینا چه فکرایی دارن میکنن، اصلا شخصیتشون چیه، ما اون چیزی تو تصویر میبینیم و واقعا میدونیم خب. ولی واقعیت اینه که این اتفاق خیلی افتاده. خلاصه اینجوری بعضی وقتا هم غرور که نزدیک میشن میافتن. آره یه جا ببین تو ما نمیبینیمشون خب، ما خیلی وقتا تو اصلا نبادم لازم نیست ما تو زندگی بقیه جستجو بکنیم. این اصلا خیلی کار اشتباهی. من اینو فهمیدم که بخوای بری بقیه رو قضاوت بکنی که آره تو اگه این اتفاق واسط افتاد به خاطر اینکه فلان روز این حرفو زدی یا فلان روز اون کارو کردی، این اصلا این پله اول سقوطه. متوجهی؟ پله اول سقوط از اینجا میاد. بابا ما توی خانوادهمون 2 مدل آدم داریم، اصلا خدا کنه این کلیپ بشه ببینن این بی‌شرف. نکن این کارو داریم می‌کنی دیگه. یه گاو میشه خیکی داریم، یه دونه هم زرزروی فضول خب که توی خانواده دارن میپلکن، یعنی به لفظ کامل هم میگن دوستان عزیز که میشینی زر میزنی راجع به زندگی مردم. من از بچگی از فشاری که اینا روی خانواده و زندگی ما آوردن فراری بودم، از این لفظاشون، از این مدل برخوردشون تا به همین حال. و اون موقع مثلا توی 12 سالگی به این نتیجه رسیدم که آقا فلان کارو نکن، فلان کارو برای بچه‌ت نکن، فلان پستو نذار، فلان چیزو نده بخورن، فلان. به تو چه؟ تو چی کاره اینجا که مثلا به تو چه ربطی داره واقعا که میشینی راجع به زندگی مردم نظر میدی؟ مثلا من جدیدن یه حرکت خشنی زدم توی جزئیات نرم، ولی مربوط به نزدیک بود از ته دل، یعنی همین اینجا بود خب، که گفتم آقا به تخم چپم شما میخواین چی بگین چیکار میخوام بکنین دیگه. واقعا هر کار ما هر حرکتی که میخوام بکنیم، هر قدمی که برام دارین میخوان یه نظری بدین، میخوان بعد نظرم همیشه منفیه. یعنی هیچ وقت نمیگن که آقا بعد از 10 سال فلانی رفته با خانواده‌اش این همه به اینجا رسیده حتما داره یه کار درست میکنه، باری کلا ما چرا طالب این دقت نکردین. همیشه میگن اینجا دیگه اینو اشتباه کردن، نه اونجا دیگه نباید میرفتن، این حرکت رو دیگه نباید میکرد، با اون یکی دیگه نباید این کارو. اسکول ببین به جواباش نگاه بکن. تو هنوزم که هنوز داری حسادت میکنی، اونجایی که هستی موندی و داری قضاوت میکنی، بعد اینا دارن به اونجایی که میخوان برسن میرسن، دارن زندگی ایدالشون میکنن. پس از این قضاوت کردنها راجع به مردم حرف زدنها به چی میرسید؟ گوسفندا. ای خدا خیلی عصبانی میشم، پشن عشق درونم خیلی کف میاره. خب ولی نباید حالا چه دیگه الان تو عصبانی میشی خب و واسه همه اتفاق میفته که لحظاتی اون آدمی که رو مخشونه یا آدمایی که رو مخشونه باعث عصبانیتشون میشه. ولی حالا نمیدونم چرا نمیخوام توی پادکست راهشو بگم خب، بعدا به خودت راهشو میگم. متشکرم میشم، فکر خوبی. راه خاصی نداره ها، منظور که چجوری باید با این قضیه برخورد. من خودم هم تازه اتفاقا بگم به جان خودم یا دیروز یا پیروز تو همین کتاب خوندم خب، یعنی اصلا فکر می‌کنم کتابه اسمش رو بگم تو حداقل اسم کتابو تو چیز میگم تو پادکست میگم. من فکر می‌کنم واقعا هر کسی میخواد به خوشحالی، رستگاری، نمیدونم به هر چیزی که میخوای برسی واقعا این کتابو باید بخونی خب. یه ذره صبر بکنید، من اسمش رو اینجا سرچ میکنم چون جزء 4 اثر فلورانس اسکاولشینه. من اینو تا الان خوندم، بقیه‌اش هنوز نخونم. مسلماً 4 تاش خفنه چون همیشه اسم 4 تاشو شنیدم. من شانسی استامبلد اپان این کردم، یعنی چی شانسی دستم رسید به این کتاب خب که میگه The Game of Life and How to Play It، یعنی بازی زندگی و چطور این بازی رو بازی کنیم خب. حاجی بهت بگم من تو مثلا مشکلاتم تو فاصله چند ساعت و 1 روز 2 روز حل شده و جواب سوالامو تو این فاصله گرفتم، باور هیچ کس نمیشه خب. اصلا نمیدونم، یعنی انگار که به قول یه نفری انگار که این خانومه پیامبری بوده اومده بوده اینا رو نوشته و رفته
مثلا چی بهت میگم خیلی عجیبه. حالا مثلا میفرستم کتاب رو، یه آدیو بوک 2 ساعته گوش کن. من که خودم یعنی فهمیدم که باید یعنی واقعا هنوز یه بار تمومش نکردم، اون فصل آخرش مونده، ولی دیگه اینو میشینم. اون کتاباست که مثلا میشینی میخونی هی پشت سر هم هی میخونی، یعنی یه بار کافی نیست، یه بار که هیچ 10 بارم کافی نیستش. حالا ببین اکثر این قضایه بزنینو بگم برمیگرده به رها کردن. خب باید رها کرد. معمولا جواب اینه که رها کن، آن نیز بگذرد، نفس عمیق، دم بازدم، انرژی مثبت، انرژی منفی، اینا. خب ولی ما میخوایم روی چی پافشاری بکنیم که از یه سری چیزا باید گذشت، از یه سری چیزا باید یاد گرفت. مثلا شما اگه روی یوتیوب داری میچرخی، داری همینطوری شورتس های کوتاه نگاه میکنی و داری هی اسکرول میکنی، روی تیک تاک داری، بگذر. خب از چی میتونی یاد بگیری؟ از کانال روک هاوس میاد توی شبکه ما سابسکرایب میکنید. خب وقتی اینجا این در سرویسو پادکست که گوش میدی خیلی میتونی یاد بگیری. شما میتونی از دوپامینای کوتاه ریز مدت بگذرید، بیاید با پادکست روکست، حالا چه میخواد تو اسپاتیفای باشه، تو کست باشه، تو اپل پادکست، کلی چیزای قشنگ یاد بگیری. قوی است یا سربلند. ببین آره واقعیت اینا من احساس میکنم که خلاصه ما باید به سمت سورس بریم، مثلا منبعمون بریم و راهاش هم مشخصه. ببین هر چیزی که تو رو ترسون، یعنی بزرگترین نشونش اینه، هر چیزی که تو رو ترسوند، تو رو مشوش کرد، تو رو باعث مثلا نگرانیت شد، خب این یعنی که تو رو در منبع دور میکنه و اونجا نرو. هر چیزی بود، هر چیزی به تو آرامش داد و باعث مثلا ایمان قلبی و حس خوب قلبی و یعنی حس خوب قلبی یا نه مثلا چه من یه ویدیو دیدم خندیدم، خب نه اون نیستش. به آرامش و اطمینان به این که آقا این دنیا داره مثلا منو به سمت خیر و خوب میبره، اینو داشت مثلا بهت میگفت، اون مثلا بیشتر به سمت من به نزدیک‌تره. متوجهی؟ این یه راحت از درونت پیدا کنی، بهت پالس میده که آقا کدوم وری بری به نفعته، کدوم وری چون تو پالس این وری میگیری واسه اون وری میگیری دیگه. دارم میگم پالس این وری نشونش اینه. به هر حال پادکست خوبی بود تا اینجا، به نظرم خیلی قشنگ تموم شد. امیدوارم که بچه‌ام حال کرده باشن. باز هم پربار بود، سنگین، عشقی. بزنید ماتریکس نرید، شیر رو بزنید که دوستاتون رو تنها از دوستاتون رو از این اطلاعات زیبا و بحث‌های بحث برانگیز ندزدید، دور نکنید، بفرستید بدن گوش بکنن، بیان کامنت بذارن، ما کامنت بخونیم. راستی کامنت داری بخونیم؟ بکیش نخواه جواب بدی؟ یه لحظه صبر بکن. یه کامنت دادم خندم گرفت اون دفعه، فکر کنم تو به شوخی گفتی مولوی یه چیزی میزنه، بعد یکی نوشته آخه عجبی چه مثلا میگه مولوی چی میزنه، بعد تو نوشتی که چیز میتونه شیر گاو یا عسل باشه. خب قبی گفتی اون چیز راست میتونه واقعا شیر گاو و عسل باشه. چه چای میزنه، من چه میدونم چی میزنه، یه سی میزنه دیگه حالی سویا قهوه میزنه. مولانا خداییش این آدمم اصلا یه نابغه‌ای بوده، اصلا نمیدونم به چه توضیح بدم. یعنی فقط باید کتابشو بخونی و درکش بکنی که بفهمی که این یارو اصلا ببین اصلا نمیشه خون چه به درکش برسه بابا. مولانا باید بری چیزشو بخونی، ترجمه‌اشو بگیری که بتونی تازه بخونی. ببین نه تا بعد بتونی به درکش هم برسی. بعد یه نفر که آخه ترجمه‌هاشو خیلی آدمایی که ترجمه کردن خب خیلی فیزیکی زندگی، یعنی مثلا یارو فقط ادب، مثلا مولانا رو به عنوان مثلا یه شاعر قوی میدونسته خب و به صورت ادبی کلماتو ترجمه کرده، اصلا داستان عرفانیشو دنبالش نرفته. باید یه نفر که تو بحث عرفان هستش بیاد در موردش صحبت بکنه که تو قشنگ بگیری. بعد مثلا چه یه مقدارش که توضیح بده، شاید بگم یه دفتر، چون 6 یا 7 دفتر دیگه، مثلا 8 دفتر یادم رفته دقیقشو، مثلا یه دفترشو چیز بکنه مثلا با هم دی بخونی یا واسه بخون توضیح بده، بعد تو بعدیاشو خود میتونی کدا رو دیگه یاد گرفتی، به جز کلمه‌هایی که دیگه قدیمی و یادمون نمیاد بعد بریم ترجمه‌اشو پیدا کنیم. حالا کاری ندارم، طرف 800 سال پیش خب یه توپ مثلا یه بیت میگه، اصلا میگه خب یه بیت مثلا چیز خاصی نگفت، خب مثلا من چیزی نگفت، بعد یارو داره واقعا داره مثلا از داستان چه میدونم فرکانس کوانتوم صحبت میکنه. خب مثلا وقتی داره میگه که اونجا که داره میگه هر لحظه تو را مرگ و رجعتی است، خب که با دیدارش با شمس بوده، اصلا یه بحثی داره اینجا میگه. خب خودش شاید بگه مثلا یه مقاله میخواد در موردش بنویسی بخونی که بفهمی دیگه چی گفتش اینجا دقیقاً.
مصطفی گفت هر لحظه تو را مرگ و رجعتی است، یعنی تو هر لحظه تو یک دور میمیری و دوباره برمیگردی به دنیا. خب بعد و یه سه چیز دیگه پرباره. نه حالا جدی دارم یارات، خب خیلی چیزای جالبی توش داره. بعد یه سه چیزا داره میگه قشنگ خودش داره میگه من میدونم الان شماهایی که الان مردم خودش داره میگه حالیتون نمیشه، اینو بعداً میفهمن. و مثلا این چیزایی داره میگه انگار که واسه چه میدونم امروز تو گفته، دقیقاً واسه همین امروز تو، اون مشکلی که تو امروز داری دقیقاً همون اسپسیفیکلی واسه تو گفته همین لحظه. آره، یا واسه دقیقاً امروز سال 2023 مثلا یا 2024 ایران داره میگه که داره چه اتفاقی داره میفته. خب اصلا اکثر این کتاباتی که به کلمه‌های فارسیم خیلی بده، ای کاش میتونستم بیشتر رو اینا کار بکنم، به قصد نزدیک کردن ما به معنویت نوشته شدن. همینطوری همین رفیق مسیحی ما رو برد کلیسا، یه بار گفتیم که آیه میخوایم بخونیم، باز کنین نیت کنین باز کنین. آره آقا من اون روز با کارمندان مشکل داشتم، یه ذره زندگیم سخت بود، بعد رفتم تو فاز قرض دادن که چرا باید سخت باشه فلان بیسال. باز کردیم آیه که باز کردیم آیه پال بود. بعد پال نوشته که یه کوت استوئیک، یعنی رواقیگری، مثلا راجع به رواقیگری نوشته بود که دردناکه، درد عذاب دهنده است ولی درد خوبه. چرا؟ چون از طرف خدا داره میاد و اگه دردی که داره از طرف خدا داره میاد داره تو رو به طرف خودش میبره و این اتفاق خوبیه. آقا من اینو توی این گفتم دیگه، این از کجا فهمیدی که تو مثلا من باید اینو باز کنم اینو بخونم؟ و همینه نشونه‌ها رو دارن لحظه به لحظه واسه تو میفرستن، فقط بعد اون یه نفر دنبال نشونه باشه که نشونه‌ها رو ببینه. خب موافقم. می‌خواستیم 10 دقیقه پیش ببندیمش بکنم. کامنت بود سلام خسته نباشید بچه‌ها، از کجا میتونم درست و دقیق UFC رو دنبال بکنم؟ راستش من خودم شخصا UFC رو فقط از طریق کانال‌های پایرتی میبینم. خب ولی اگه میخواین دقیق و درست دنبال بکنید، یک کانال خود UFC حتی زنده و در لحظه در این مسابقات لایو میذاره یا پست، مثلا اگه یه ناکت اتفاق بیفته 2 دقیقه بعدش ناکت رو آپلود میکنن روی اینستاگرام. اگه نمیتونید پولشو بدین که کل مبارزه رو ببینین، خود اینستاگرام UFC همه چی مسابقاتی که دارن میان، نتایج مسابقات و اینا رو میذارن اونجا. کانال خود UFC بهترینشونه و لینکشون به شما رو به UFC پلاس وصل میکنه که میتونید سابسکریپشنش رو بخرین اونجا ببینین. ولی معمولا کانال پایرت، مثلا توی گوگل اگه بزنی UFC 300 مثلا اگه 300 یا 304 فری آنلاین، دیگه دونه برو تو لینک‌ها و یاد دنبال قضیه. من شخصا توصیه نمی‌کنم البته. آره دیگه چون از چیز دارین دور میشین. به نظرم کارماش سنگینه، چون تو یه نفر داره خودش رو مثلا بد داره میزنه میترکونه، خب واسه پولی که بگیره، بعد تو داری مجانی نگاش می‌کنی. آخه من در عوض اینکه دارم مجانی نگاه میکنم همینطوری نگاه نمیکنم که بعد دیگه چی، میام راجبش پست میذارم، میام راجبش حرف میزنم، میام دوباره بهشون برمیگردم اون انرژی رو. خب حالت مثبتی اون انرژی به خودشون برمیگرده. بهت قول میدم که دزدی نیست، چون فقط برای لذت خودم استفاده نمیکنم بذارم برم. خب برای چه میگن اشتباهی که لاو آل از انرژی بیشتر حرف بزن. شارخ خواستم بهت بگم که داریم تا دلتون بخواد دیگه بارون انرژی شده این پادکست. چی میگی؟ واقعیت داره به سمت خوبی میره پادکست. امیدوارم همین داستانو بتونیم پیش بگیریم. بچه‌ها مرسی که تا اینجا بودین. کامنت بیشتر بزنید ما بیشتر در موردش صحبت بکنیم و اینکه گفتم همونطور که آراد گفت پلتفرم‌های دیگر یادتون نره. تا پادکست دیگر، خدا نگهدار.